هدهد پیش قوم سبا، همین سوره‌ای که من خواندم، رفت سبایی ها، گروه بلقیس، ملکه بلقیس، قوم بلقیس، اینها خورشید را پرستش می کردن، خورشید را سجده می کردن. هدهد مرغ، پرنده، سبحان الله، این وقت رفت پیش قوم سبا، بررسی کرد، دو بررسی به عمل آورد، یک سیاسی و دو مذهبی. همین مرغی که ما شما میبینید چقدر هوشیاره. تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الهدهد. حضرت سلیمان جستجوی مرغان را کرده، گفت چیست که من هدهد را نمیبینم. ناراحت شد چرا غیبت کرده بدون اجازه. لو عذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، فرمود این را تنبیه سختی میکنم، پر و بالش را میکنم یا ذبحش میکنم. چرا غیبت کرده؟ میفرماید دیر نگذشت که او از این سرزمین برگشته بود، بقیه مرغ‌ها او را خبر دادن بیچاره حضرت امروز خیلی خشمگینه برای تو، ناراحته. گفت من حاضری خود را میدهم و من علت غیبت خود را هم بیان میکنم. وقتی هدهد رسید جلوی حضرت سلیمان، فرمود احطت بما لم تحط به و جئتک من سبع بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. سبحان الله. اول جمله که به کار میبرد احطت بما لم تحط به، یعنی من به جای رسیدم که تو نرسیده، نه شما بلغتو ما لم تبلغ انت ولا قومک. مفسرین نوشتن میگه من به جای رسیدم، به سرزمین رسیدم که نه تو رسیده ای و نه لشکر تو رسیده است. عقیده این هدهد اینه که این پیغمبری که جن و انس و پرنده همه فرمانبر او و در تسخیر او مسخرن برای او، این پیغمبر عالم الغیب نیست، این پیغمبر غیبدان نیست، پیغمبر زنده، پیغمبر موجود، پیغمبر حی روی زمینه. هدهد حیوان، مرغ، عقیدش اینه که این پیغمبر با این همه عظمت، با این همه کمالاتی که دارد، هر کجا حاضر و ناظر نیست و هر کجا و غیبدان نیست، اطلاع نداره. میگه احطت بما لم تحط به، من از سرزمین آمدم که تو خبر نداری، نه تو و نه قوم تو و نه لشکر تو. میفهمید یا نه؟ وقتی اینجوری پیغمبر عالم الغیب نیست، وقتی اینجوری پیغمبر هر کجا حاضر و ناظر نیست و این از زبان یک مرغ بیان می شود و این مرغ چون حقیقت را بیان کرد، الله ذوالجلال را بیان این مرغ پسند آمد و الله تعالی این را آیه قرآن کرد و برای هدایت ما فرستاد.